شوتی که علیرضا بیرانوند تو این بازی زده 78 متر طول داشته. لامصب شوت زدی یا موشک پرتاب کردی؟ سلامی به سبزی مستطیل سبز، به فوتنامه خوش اومدی رفیق. چطوری؟ کریس؟ علیرضا بیرانوند که همه میشناسید، پنالتی گیر معروفمون. چطوری کریس؟ بهترین دروازه‌بان لیگ برتر، مرد سال فوتبال و بهترین بازیکن این لیگ تو 4 فصل پیاپی. بهترین دروازه‌بان لیگ قهرمانان آسیا 2018 و جام ملت‌های آسیا 2019. نفسم گرفت. این مرد 30 ساله لرستانی 2 تا رکورد خفن تو گینس داره. بلندترین پرتاب توپ با دست که 61 متر مسافت اون بود و بلندترین ضربه زیر توپ جهان با مسافت 78 متر. بیرو جان آروم باشون، توپه ها گناه داره. حیف این همه افتخارات از علی بیرو گفتیم ولی راجع به زندگی سختش نگیم، زندگی گذشتهش. علیرضا قصه ما در برهه‌ای از زندگیش فقر مطلق رو تجربه کرده. یه مدت تو کارواش کار کرده، یه مدت کارگر پمپ بنزین بوده، یه مدت هم پیک موتوری پیتزا بوده. اون خودش رو هوادار پرسپولیس معرفی کرده، اما حضور اون در فصل جدید توی تیم تراکتورسازی باعث ناراحتی هوادارهای پرسپولیس شده. نظر تو چیه رفیق؟ به نظرت بیرانوند باید به خاطر هوادارا تو پرسپولیس میمون یا کار درستی کرد به خواسته خودش اهمیت داد و رفت تراکتور؟ روند بازی ذوب‌ها نسبت به دقایق نخست. رفیق جان اگه از این ویدیو خوشت اومد و تونستم به اطلاعاتت اضافه کنم، لطفاً یه دستی به لایک و سابسکرایب بکش. رفیق دوستم داشته باش. بیا با فوتنامه حواشی فوتبال رو سبز ببینیم.